سوال دیگری که آمده است اینجا دا گفتن آیا از همین تیلا چی مقدار زکات های؟ برادرای عزیز، کسی اگر ذخیره تیلا داره، وقتی که اگر وزن تیلای ما به 85 گرم برسد، 85 گرم تیلا اگر در ذخیره من داشته باشیم، پس انداز مانده داشته باشیم، نوابسته وای ساعت وای چاله وای روچکه وای گردنبند چیزی باشد، اگر وزن همو به 85 گرم که رسید، 2.5 گرم همو باید که هر سال یک بار از او باید تو زکات جدا کنی. یعنی 2.5 گرم شد به نرخ بازار میگردونی، همون در آدمایی که مسکین و بیچاره و ناتوان هستند در همونا باید پرداخت کنی. اگر به شرط زیاد باشد، شما از همین روی 85 مقصد چیکار کنین؟ تقسیمات همو حساب حسدش بردن بگیرین. و همچنان اگر خواهرای ما هم، هر یک خواهری که اگر چی خانشین هم که باشی ولی تا 85 گرم تیلا را در دست داشته باشی، بگذار ای زیورات هم که باشد، یعنی گوشواره وای چیزی که باشد، یا یگان ذخیره کرده برای یگان روزی مقصد فرق نداره، برای دختر تای، برای یگان روزی وزنینی تای، ای همو 85 گرم باید 2.5 گرم شد زکاتی. اگر به شرط زکات ندادین، شما میدونین که مانعای زکات چقدر گناه هاشون از بینه. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، از 85 گرم 2.5 گرم تیلاتونه جدا کنین، باید که زکاتیه. دیگر اینجا آمده است زکاتی میگه اصل چی مقداره؟ زکاتی اصل هم برادرای عزیز، اصل این در زکات نیو در عشر میدروید، چرا که نه میوه ها زراعت ها در عشر میدروید. عشر گفته با از مثال معنای 10 را میتر، 10 میتیم. اگر 10 کیلو سیب شید 1 کیلوش میتیم، 100 کیلو سیب شید 10 کیلوش باید ما مقصد چیکار کنیم؟ یا مبلغش میتی یا خودش میتی، اوش کار شما برادر، ولی فقط در گردنتون فرضه که این حق جدا کنی. همچنان اصل هم همینه، ای 10 کیلو اصل، 1 کیلو اصل شا باید برادر عزیز خواه اصل میتی خواه مبلغش میتی. اگر مبلغش بتین با خوبتر میشد برای مردم فقیر و بیچاره، از اصل ده برامو پولش احتیاج مندن. لیکن در گردن شما فرض است برادر عزیز که باید که از اصل هم از 10 کیلو 1 کیلوش باید که جدا کرده تیه. فقط در مسئله میوه ها، در مسئله زراعت ها، اینجا فقط یک گپه، اگر آبیاریش، یعنی اگر هم درخت های شما از طریق آبهای چشمه یا آب باران اگر آب بخوره، اینجا در شما 10 میتین، ای 10 کیلو 1 کیلو میتین. لیکن اگر آبیاریتون با طریق مثال دویژاک باشه، مطار، یا آب مثال شما خریده بیارین، زراعت و درختاتون آب بتین، یا مقصد آبهای مثال چخیل گوییم، یعنی با طریق خریده گرفتن آب دادن باشه، در اینجا از 20 1 میتین، یعنی از 20 کیلو 1 کیلو میتین. اگر آبتون مقصد با طریق خریدن باشه. لیکن آب باران و آب چشمه، اینا آبهای که بی پول که هستن، مفت که هستن، اینجا شما 10 1